سلام گنگا، چطورید؟ امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پر پول باشه. خوش اومدید به قلیون چنل. امیدوارم که روز خوبی رو داشته بوده باشید. اینه پوتک شدم چرا؟ من با هدست فضاییم اومدم که بریم به یه سری از ویدیوهای خیانت ریاکت کنیم. من داشتم همینطوری تو اینستاگرام با این گوشی میگشتم، تو اکسپلورم دیدم خیلی ویدیوهای خیانت و اینا زیاد شده. برای همین تصمیم گرفتم که سیوشون کنم بدون اینکه ببینم. البته بعضیش دیدم، دروغ نگم، که بریم با هم ببینیم و ببینیم که چیتر چقدر زیاده تو دنیا. خیلی زیاد شده. خیلی وقت بود چای شیرین تو ویدیو نخورده بودم. بریم، لیتس گو. لایک، سابسکرایب و بقیه امور فراموش نشه. زنگوله رو بزنید، حمایت کنید. ویدیوهای خفن‌تر میخوام بسازم براتون و همین دیگه. لیتس گو. خب بچه‌ها، من اینستاگرامو وا کنم. بیشتر ویدیو این دوستمونه که بیشتر اینجوری میشینه نگاه میکنه، حالت غمگین طور اینا داره. آیدیش هم الان براتون میخونم. خب آیدی این پیجی که الان داریم ازش ویدیو رو میبینیم، بعضی هم از این پیج نیست ولی بیشترش از این پیج من پیدا کردم. KVAN شاه. امیدوارم هر جا هستی حالت خوب باشه. من DM دادم بابت ویدیو که ببینم راضی هستی ریاکت برم یا نه، ولی جوابی من واقعا نگرفتم ازت. سر همین تصمیم گرفتم که بدون اجازه این کارو انجام بدم. بریم ببینیم چه خبره. چی ادامهش؟ کی داده؟ کی گرفته؟ نمیگیری؟ چرا نگیرم؟ مهریه رو میگه میگیری یا نمیگیری؟ آره، واسه چی نگیرم؟ قد صادقانه. آره. چی تونه؟ حق زن شهریمه. حتی نمیتونه بگه مثلا حق ازدواج هم نه فلان، میگه حق زن و شوهریمه. هنوز نمیدونم زن و شوهر یعنی چی. چون زن و شوهر شدید حقتونه که بعد بگیرم. واسه چی نگیرم؟ من چرا خیلی‌ها میگن که ما نمیگیریم؟ خیلی غلط اضافه کردم. من همه میان تو خواسته. تازه اون کسایی هم که خوب رفتار میکنن و با شعورن تو رابطه ها، اینا میگن غلط اضافه کردن. ادامهشو نمیخوام ببینم واقعا. آدم ترش. راجب مهریه داریم الان میبینیم. نمیدونم چرا اینا رو من چرا سیو کردم. اوه اینو حاجی بذار استاپ کنم. اینو من کاملش دیدم. یارو قاطی میکنه. خود این یارو فرستادی یکیشونو، خب که امتحان کنه زنه رو قبل ازدواج و زنم نه نگفته، رفته با جفتشون. اینجا چه غلطی داری میکنی؟ چه توضیحی میخوای به من بدی تو؟ توضیح میدم برات. چه توضیحی میخوای بدی؟ واقعا چه توضیحی میخوایم بدید؟ وقتی خیانت میکنیم وسط خیانت هم موچتون رو میگیرم بازم میگین توضیح میدم؟ همونجا باید پاشید برید. اصلا دیگه نباید حرف از انسان بودنتون بزنید. گو خوردی؟ گو هم باید یه چیزی اومده بخوری. نمیخوام گو بخوری. گو خوردن چه فایده ای داره بر من؟ گو خوردن چه فایده ای داره واقعا؟ وقتی دیگه آب از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب دیگه. آخه احمق بیشور، تو چرا نمیفهمی؟ اسم من اومده روی تو، اسم تو اومده روی من. خیلی سر چیرینی خورده منی. حالاش غم موج میزنه تو شهر. من این کارو کنم اوکیه؟ واسه فکر نکنم. Really gonna get married and you're here taking a call from your ex? You guys haven't اینم یه مورد از پسرها هم جدیدن زیاد شده. even talked in like how many years? 2 years since we've been together? That's so weird. Babe, hold on. No, babe. داره شوخی میکنه پسره.
ابوالفضل کر شدم. امیدوارم کپی رایت سر این ویدیو نخوریم سر موزیکاشون. سعی میکنم تا جایی که میتونم داستانو براتون سیف نگه دارم. اگه دوست پسرت پول نداره و نمیتونه نیازاتو برطرف کنه و بهش به خاطر این خیانت کنی، خیانت حساب نمیشه، برای خودت این کارو میکنی. گوه اضافی از طرف بقیه و قانون کسوشر نسازید. برقص مادر. Hey, همه قهرمانا شنل ندارن. I live in the neighborhood. My Wi-Fi name is 1744. Your wife is cheating. I don't know how you did not catch on. You don't have cameras back there? Okay, your wife is smart. زنت باهوشه ولی بی وفاست. حاجی پشمام، دمه یارو گرم. یعنی این بهتره که سریعتر بفهمن اون کسایی که دارن بازی میخورن. But she is unfaithful. I'm gonna walk this way, but I don't live this way. خیلی زیاد شده. مخصوصا اونور ایران که داره میترکونه. ایران یعنی دختراش یه جوری لاشی شدن نمیشه. جریان این که منم آخر ویدیو میگم به بچهای دورتون اعتماد نکنی، آدم خوب هنوز هست ولی خیلی ها بچ شدن. با خیانت فقط کاری میکنی که بقیه بهتون بگن بچ. زده بود پسر این موج مصنوعی میمونه با یه دونش. این احمقو به نظر میاد. دخترم این تخم میمونه اینجوری بخوام. نه شوخی کردم. از زیاد زن ستیزانه صحبت نکنیم. در حال خیانت مچشو گرفته، خودش داره زنگ میزنه به پلیس. این دیگه پرروترینشون بود جدی. واقعا دمتون گرم. خورد میشه آدم. یعنی این ویدیو اذیت میکنه بیشتر منو تو مثلا سرمو گرم. اینو من دیدم. این داره یارو با شوخی میکنه، زنه میفهمه داره شوخی میکنه ولی یه حرفی میزنه که یارو خیلی ناراحت میشه. Hey, I'm joking. It's No, a joke. Yep. I know you're joking. Yeah, You think I don't know that? I know that. That's pretty beautiful. No, I'm over you. I was Okay? joking. I'm sorry. My Look, friends are right. Like, maybe I should actually be with Mark. Like a million times the man you'll ever be. He's so Hey. nice to me. He's so kind. خیلی این حرف بده که فلانی از تو خیلی بهتره. اگه دختر این ویدیو رو میبینه بذاریم براتون توضیح بدم. ببینید دختر خوشگل‌تر از شما هم هست. اگه موقعیتش پیش بیاد تقریبا میشه گفت هستن پسرایی که این کارو نکنن، به تو خیانت نکنن. ولی ما هم میتونیم بگیم فلان دختر از تو خیلی خوشگل‌تر، اخلاقش هم خیلی بهتره، ولی این حرفا رو بعید میدونم پسری بزنه. So caring. And he remembers اگه بزنم خیلی آدم نامردیه واقعا. things. What am I hearing Like right our now? Okay, anniversary, no, yet my okay. own husband has to pretend that he doesn't remember. Brings Okay. me flowers today. What I do brought you you do? flowers. What are you saying? I'm sorry. I thought it would be funny. I didn't mean. میگه امروز برام گل خریده. خب الان داری رسما چیت میکنی به یارو. To hurt your feelings. I'm sorry. I didn't want to ignore you. It's just I couldn't just say happy anniversary and then I don't know why I thought it would be good. I'm sorry, babe. یارو همین جوریش گریش گرفته. همین جوریش داره سعی میکنه دختره آرو فکر میکنه جدیه. Can you just No, I'm done. Can you cancel the Uber, please? Oi! میگه میشه اوبر رو کنسل کنی، مثلا دختره داره وانمود میکنه که میخواد بره. Don't look at me like that. I am mature. I do care about you. دختره خندید اینجا. حاجی بغض یارو ترکید. کپی رایت نخوریم. حاجی چرا؟ دختره خیلی نامرد شدن. واقعا قلبش شکست، صداش اومد.
Once my boyfriend was asleep, so I wanted to go fuck my ex real quick, so I drove down to the gas station. میگه دوست پسرم خواب بود، برای همین منم رفتم پمپ بنزین با یه پسره. Let him cream pie me, and then I came home to sneak into bed. خیانت کردم، باش خوابیدم، بعد اومدم خونه یواشکی رفتم توی تخت. My boyfriend. خیلی هم راحت راجع به صحبت میکنن آجی. Question 16. Since you've been married, have you ever had sexual relations with someone? این برنامه خیلی باحاله. میفهمن یارو دروغ میگه یا نه. بعد یه سری سوالا ازشون میپرسن، در ازای اون سوالا هر چقدر سخت‌تر باشه بهشون پول میدن. One other than your husband. میگه با کسی که غیر از شوهرت رابطه سکشوال داشتی یا نه. I wish the button was still there. اوه میگه دکمه داری بزنی سوالو بره، ولی میگه چرا به من نمیگی پسر دعیوسا. منم بودم نمیزدم، میخواستم بدونم. بکنم مامان باباشن نشستن اونجوری شرمنده دارن نگاه میکنن، احتمالا یکیشون خبر داره. حاجی پسر ترکید. That answer is true. وا جواب حقیقت. حاجی پول خیلی چیزا رو میکنه، ولی به دوست دخترتون انقدر بدین میگین واقعیت فلان چیزو بهم بگو، به قرآن میگم. That's fucked up. You're fucked up. You fucked another guy. میگه تو همه چی بگاه دادی؟ میگه نه تو بگاه دادی. میگه تو با یه پسر دیگه خوابیدی، چه ربطی داره اصلا؟ من برای چی همه چی رو بگاه دادم؟ حاجی وای چقدر پرروان. یکی کامنت گذاشته اینجا سید مرد که گریه نمیکنه. وای دارم داغون میشم دیگه، نمیتونم، دارم میمیرم. یه از این دوربیناست که توی مثلا ورزشگاه میذارن، یعنی همدیگه رو ببوسید و این داستان. نمیفهمم چرا نمیبوسه دخترم. نگو که میخواد اون پشتیه رو ببوسه. دارم میمیرم. صدای شکستن قلب شد از اینجا شنیدم. جلو چشت حاجی واقعا صدای شکستن قلبش تا اینجا. Mr. Brown, you are not the father. I told you. این یه برنامه است، از چیز دی ان ای میفهمن که یارو پدرش هست یا نه، زنه چیت کرده یا نه. حاجی I told you. زنه میگه بهت گفتم، یعنی با مرده بازم با این که میدونسته اومده تست کنه. Mr. Brown, you need to sit down. You need to take a seat. حاجی یارو ترکید. I'm so sorry. حاجی قاضیه میفهمه چیه. آدمایی که لویالن معمولا بیشتر درک میکنن این موضوع رو. 18 months. It's a long time. با 18 ماه زمان زیاد، 18 ماهشه احتمالا. کسی که وای خیلی بد بود، خیلی بد بود. یه نمونه ایرانی شو بذار ببینیم. که بیشتر با هم آشنا شد. شرمنده با کسی دارم می‌شم. ما هر دوست پسره. اوکی مرسی قشنگ. دختره برگشت به خاطر ماشین یارو. با حاجی خیلی بده آهن پرستی. بله بفرما. اگه خواستین میتونیم بریم یه دوری بزنیم بیشتر با هم آشنا شیم. نه دوست پسر شما نداریم. اوکی بشین بالا. مجنون زد زیرش. گفتم دوست پسرم.
Okay. So where are we off to? My place. حاجی وای شوهرشه. اگه میتونید خب بابا. This is my wife. What were you doing with this guy? Huh? Yeah, we're married. We've been married for 5 5 years. سال ازدواج کردین با. چقدر شما بیرحمی، چقدر آدمای کثیفی. You know what? Get out of the car. Get out of the car. حاجی حالم بد شد. من نمیفهمم مشکل بعضی از آدما چیه. نمیتونید با یه نفر خوشحال باشید. نمیتونید خوشحالی رو توی یه چیز ساده ببینید. همیشه پولدارتر هست، همیشه خوشگلتر هست. مهم اینه که خودتون بخواید خوشحال باشید، خودتون با این چیزی که دارید. من این میکروفون رو دارم، من یه نور داغون دارم، من یه دوربین متوسط دارم، یه قلیون دارم، با همین چیزا خوشحالم. اگه بخوام مثلا تلاش کنم همه چی رو بهتر کنم، زور الکی بزنم، یا بخوام لاشی بازی مثلا پول رفیقم والا بکشم بیام، چه فایده ای داره؟ عذاب وجدانه تا آخر زندگیتون میمونه باهاتون. چی بگم که زندگی بی‌رحم‌تر از این حرف هست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید دوستان. امیدوارم درس گرفته باشید. همیشه خیانت ها لوح میره. لوح. اگه دوست داشتید بگید پارت 2 این ویدیو رو بذارم، چون انقدر ماشاءالله خیانت زیاده، ویدیو میشه 10 پارت ازش کشید بیرون. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. قلیون بکشید. به بچهای دورتون اعتماد نکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله و بقیه چیزا فراموش نشه. بای بای.